بده ببینم. بده برای پلیتو پیداش کن، بهش بگو که مادر زنش داره میمیره. بگو عجله کنه، منم میرم کشیشو بیارم. اون داره میمیره. بگو داره جوون مرگ میشه. یادت نره ها. مردش. ای داده بیداد داره جوون مرگ میشه. بیچاره. وای خدای من، اون زن بیچاره. پس حالا از این به بعد کی خرجی منو میده؟ این که هنو نمرده که. خدایا بیا مردش. همه چیز دست خداست خواهر جون. اوی صندلی پدر فیودور، پدرت لعنت. اون تو خونه خوابیده، نگران نباش. جرأت داشته باش نه، جرأت داشته باش. سلام آقای عزیز من. نمیدونین چقدر خوشحالم که اومدین. اون مرتب سراغ شما رو میگرفت. من پدر روحانی رو بیرون دیدم، مثل اینکه داشت با عجله به یه جایی میرفت. به نظرم خیلی عجیب میاد. آخه اون اعتراف کرد. حالش چطوره؟ اتفاقا حالش خیلی هم خوبه. دکتر گفت تا یه هفته دیگه از تخت خواب میاد پایین. فکر میکنم قبل از سفید چونه آخر رو بندازه. حالش خیلی بهتره برم تو. ایپولیت، توی عزیزم بالاخره اومدی؟ بله. ایپولیت، تو اون میز و صندلی نهار خوریمونو یادت میاد؟ میز و صندلی نهارخوری؟ آره، تو خونه بزرگی که در استاگورت داشتیم. منظورم قبل از انقلابه. آره، مبلمان خیلی قشنگی بود. اونا رو در لندن با دست ساخته بودن. ایپولیت، من جواهرات و الماسامو تو یکی از اون صندلیای نهارخوری قایم کردم. چی؟ گفتم الماسا و جواهراتمو. من اونا رو داخل یکی از اون صندلی‌ها قایم کردم. بله، تمام اون الماسای درشت و قیمتیمو. همیشه اونا رو تو مهمونیای مجلل به گردنم آویزون می‌کردم. اون مرواریدای سفید و اصیل، اون گل سینه زمردم، اون گردنبند بریلیان، اون گربه طلایی با 2 تا یاقوتی که تو چشماش بود. همه اینا رو گذاشتی تو صندلی؟ آخه تو چطور تونستی چنین جنایتی رو بکنی زن؟ بی انصاف شده اونا رو ندادشون به من. چه دلیلی داشت که اونا رو بدمشون به تو؟ تو تمام ثروت دختر من رو خرج عیاشی و خوشگذرونیت کردی یا همش مهمونی دادی یا اسب خریدی؟ آخه چرا اونا رو در نیوردی؟ چرا گذاشتی دست غریبه ها بیفته؟ برای اینکه وقتی کافی نداشتم. احمق، یادت رفته ما با چه دست پاچگی فرار کردیم؟ تمام جواهراتم تو صندلی بود. وای خدای بزرگ، آخه من به تو چی بگم پیرزن؟ تو 50,000 روب جواهرات نازنین و بی زبون تو صندلی جا گذاشتی و اومدی؟ حالا خدا میدونه کی روی اون صندلی نشسته. البته اگر هنوز به صورت صندلی باشه، اصلا ممکنه به صورت هیزم بخاری در اومده باشه. آخه چطور راضی شدی چنین کاری رو بکنی؟ چطور راضی شدی چنین عمل احمقانه ای رو انجام بدی؟ چطور تونستی خودتو راضی کنی پیرزن بدبخت؟ خواهش میکنم منو ببخش. میدونم که اشتباه کردم، ولی خواهش میکنم از سر تقصیراتم بگذر. البته ماما، البته که میبخشم. مسلمه که تو رو میبخشم. متشکرم. حالا میتونم با وجدان راحت از این دنیا برم.